این زنی بداخلاقی به حیا را که میشناسید با بداخلاقی و بیشرمی مشهور است. ماهره نام دارد. غریب کاملا برهنه و لوچ شده است. مثل زنان فاحشه و تنفروش بدن برهنه خود را به نمایش گذاشته است. به ضمن این در یک سرود کفری می رقصد و کلمات کفری آن را تکرار می کند که از دین خارج می شود. اهمیت دادید که این سراینده چی می گوید؟ سبحان الله. نمیدونم این سراینده کیست، ولی انسانی که این عقیده را داشته باشد که خداگاه خطا می کند چون این نفر کافر می شود و اصلا او را مسلمان شمرده نمی شود. صفتهای نقص و کمی را به خداوند نسبت دادن کفر صریح است. ببینید که این خودنمایی و پوبلیکا زنان مسلمان را به کجا رساند. به درجه کفر هم رسیدند ولی پروایی ندارند. خواهران عزیز، سراینده ها، زنهای بلاگر، شما چیکار میکنید؟ آخرت خود را برباد میدهید. از همه علام‌آورش آن است که هیچ زن با چنین سر و لباس جریمه نمیشوند. برعکس از جانب مردان دستگیری میشوند، اما زنان حجاب پوش جریمه و تعقیب میشوند. حجاب را فرهنگ بیگانه میگویند، اما فرهنگ اروپایی را تشویق میکنند. سراینده های هستند که قریب کاملا برهنه هستند ولی باری هم جریمه نمیشوند. همه شما آنها را میشناسید. آیا باری هم دیده اید که برای چنین سر و لباس جریمه شوند؟ واقعا مردان این امت غیرت و ناموسشان را از دست دادند. پس ای مردم تاجیک، انتظار عذاب الله باشد که دیر یا زود بر سرتان می آید.